این عقیده ولایت فقیه با اصول تشیع که میگه حاکم رو خدا باید تعیین کنه در تضاده. کسی میتونه این تضاد و تناقض رو برای من حل کنه؟ خب ما دعوت کردیم از امام این آقا شیخ که بیاد پاسخ ایشون رو بده. بله، جناب احمد الحسن در کتاب سرگردانی بیان میکنن که در دوران غیبت کبرا که امام نیست، نائب خاص امام هم نیست که سخن امام رو به مردم ابلاغ بکنه، بر همه مؤمنین واجبه از فقیه جامع شرایط پیروی بکنند، دستش رو باز بذارن، او قانونگذاری بکنه، قوانین رو اجرا بکنه و هر کسی تخلف بکنه از حکم خدا تخلف کرده. بله، اگر این حرف همون حرف سقیفه است، پس امام شما اهل سقیفه است. اگر این حرف مخالف حاکمیت خداست، پس امام شما مخالف حاکمیت خدا حرف زده. معصوم نیست، خطاکاره. این رو نمیفهمید؟ البته بعد اینکه دید این حرفا براش نون و آب نداره، بایستی درس بخونه و اومد همه این حرفها رو زیر پا گذاشت و ادعای امامت کرد. یه مناظره کن اگه جرأتشو داری. اون عقب وای نسا یه کلیپ بساز برای من فقط یه سوال دارم. چرا امام زمان برای جمهوری اسلامی رهبر تعیین نمیکنه؟ خب این آشیخ از بنده دعوت کرده برای مناظره، ولی همه پیج‌های من رو بلاک کرده. حتی پیج انگشترسازی من که یک پیج کاریه، اون رو هم بلاک کرده. یعنی من بخوام هم نمیتونم پست‌های ایشون رو ببینم. پس غرض ایشون از این جوسازی رسانه‌ای چی بوده؟ برای اینکه بگه من دعوت کردم آساید نیومد. عزیز من، استاد عباسی خیلی تواضع کردن، با شما دارن مناظره میکنن، به سوالات شما هم پاسخ دادن، سوالات زیادی از شما پرسیدن، نتونستید جواب بدید، شکست خوردید. دنبال جفسازی نباشید، برید قشنگ مناظرتون رو ادامه بدید. به سوالات شما استاد عباسی پاسخ میده، سوالات استاد عباسی هم سعی کنید پاسخ بدید، البته اگه بتونید و فکر نکنم بتونید جواب بدید. نکته بعدی، دعوای شما مثل این که دعوای ولایت فقیه و حکومته. اگر دعوات اینه برو با امام خودت دعوا کن، چون امام خودت این حکومت رو گفته حکومت شیعیه، تضعیفش جایز نیست. او گفته ولایت فقیه شعبه‌ای از ولایت انبیاست، کامل ترین نظریه سیاسی، جعل خداونده، جایگزینی نداره. اگه هنوز سوالی برات مونده، دنبال جوابی، یک شنبه شب‌ها لایو داریم، بیا عزیز من، بیا اونجا به سوالاتت جواب بدم، از امامت احمد الحسن بگم بیشتر بشناسیش.